الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه هفتمین از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین ابو حاتم الرازی وفات کننده 277 و ابو زرعة الرازی وفات کننده 264 یا 268 هجری می باشد. ما در حلقه گذشته بارک الله فیکم به شما شروع کردیم موضوع جدید را که این اثبات کلام الله سبحانه و تعالی بود و به شما آشکار و واضح از قرآن و سنت و از کلام سلف صالح ذکر کردیم که کلام الله غیر مخلوق است. کلام الله غیر مخلوق است. بله، این مسئله که از مسئله های بزرگترین است. شاید شما از سبب معلومات نداشتن به این چیز کم اهمیت بدهید، اما وقتی که کمی معلومات پیدا میکنید، وقتی که از حالت اهل بدعت با خبر میشوید و میبینید که اهل بدعت شب روز در همین موضوع با اهل سنت میجنگند و اهل سنت را حتی تکفیر میکنند، بعد میفهمید که در حقیقت این موضوع بزرگ است. در باب علم باید کوشا باشید. حیاکم الله بیاکم. حالا ما به شما اجماع علما را در شهرها و مکانهای یعنی بگویم گوناگونی که بودند ذکر میکنیم بر این که قرآن کلام الله است و همانا که کلام الله غیر مخلوق است. و شما خوب به یاد داشته باشید که اجماع قوی ترین حجت و قوی ترین دلیل است. اجماع در اساس قرآن و سنت به وجود می آید. بارک الله فیکم. شیخ عبدالعزیز الطریفی در این باب می گوید که حفظه الله و فک اسره فإن جميع أتباع التابعين وأتباعهم ينصون على أن القرآن صفة من صفات الله وأنه كلام الله غير مخلوق. همانو که همه تابعین ها، تبع التابعین ها و تبع التابعین ها ذکر میکنن که بگیم از تبع التابعین شروع کرده، همه تبع التابعین و تبع التابعین آشکار و واضح ذکر میکنن که همانا که قرآن این صفت از صفتهای الله است و البته که کلام الله غیر مخلوق است. بمانند کی؟ بمانند مالک بن انس، بمانند سفیانین، دو سفیان ابن عیینه و سفیان الثوری. ما دو سفیان داریم. وقتی که سفیان گفته میشه دو سفیان است از تبع التابعین. سفیان ابن عیینه تابعین و تبع التابعین، سفیان ابن عیینه و سفیان الثوری و حماد ابن زید و عبدالله ابن مبارک و ابن مهدی و وکیع و محمد ابن ادریس الشافعی و شاگرد محمد ابن ادریس الشافعی المزنی و اینچنین ابو نعیم الفضل فضل ابن دکین میگند و امام بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری و امام مسلم صاحب کتاب صحیح مسلم و همه دیگر باقی مانده علماهای امت اسلام از اهل سنت و الجماعت سلف این امت در همه شهرهای گوناگونی دولت همون وقت اسلامی، از حجاز باشد، شام باشد، عراق، مصر، اینچنین خراسان، سبحان الله، خصوصا علماهای خراسان
همه اشان میگفتند که قرآن کلام الله است و غیر مخلوق است. فقط از همین خراسان، از همین منطقه من شما ماورالنهر، خراسان، سمرقند، بخارا، بلخ، هرات، نیساپور، ترمیز و غیره، زیاده از 200 علمای سلف، از 200 علمای اهل سنت و الجماعت ذکر کرده اند آشکار و واضح که قرآن کلام الله است، مخلوق نیست. ما توقف نباید کنیم، نباید سخنهای جهمی ها رو بگیم، بلکه آشکار و واضح بگیم که قرآن کلام الله است و مخلوق نیست. نظر بکنید به این سخنهای ذکر کرده امون به بارک الله فیکم کتاب اللالکایی صفحه 492، یا که اسماء و صفات بیهقی، یا که لالکایی مجله دوم صفحه 337 و 339، شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه. بارک الله فیکم. اللالکایی در کتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه صفحه 492 میگویند: ولما كان الخلفاء يمتحنون البلدان ويبعثون بكتب تقرأ على الناس في المساجد. زمان شد که خلفاها، یعنی امیرهای همون دولت عباسی، مردمها را می سنجیدند. به هر یک مسجد آدمهای حکومتی را می فرستادند که همون آدمها به بین مردم می برآمد و در درون مسجد یک نوشته را می خوند، در بین مردم اعلام می کرد که ای مردم قرآن مخلوق است. می گفت بالخصوص در خراسان مردم آشکار و واضح این کار می کردند. کان الناس ینکرونها، مردم هم آدمهای عادی و هم علما، همه این مسئله همین خیلی مسئله معروف بود که همه این کار می کردند. در دوامش میگن که وقد صح عن محمد بن عمرو بن عیسی قوله لما قرئ كتاب المحنة بقزوين بأن القرآن مخلوق سمعت لأهل المسجد ضجة لا ولا كرامة. یعنی اهل مسجد آشکار میگفتند که نه، قرآن مخلوق نیست، شما هیچ احترامی ندارید، کرامت در نزد ما ندارید. یعنی این سخن را از کتاب اللالکایی مجله بگیم صفحه 492 شرح اصول اعتقاد اهل سنت برای چی ذکر کردیم؟ برای اینکه در عصر دوم، در عصر سوم، در هیچ جای عالم اسلام، در امت اسلام قرآن مخلوق است گفتن سخن در بین مردم پهن شده نبود. از همین جهت وقتی که مأمون و همون حکومت وقتی که مأمون همون پادشاهی که از دولت عباسی به این فتنه اهل کلام گرفتار شد و قرآن را مخلوق گفت و مجبور کرد علما را در عراق و در دیگر از مناطق این عقیده باطل را منتشر کرد، مردم آشکار میگفتند که قرآن مخلوق نیست. بارک الله فیکم. و حتی ذهبی در کتاب سیر و اعلام النبله ذکر میکنند که مجله 14 صفحه 394 وكان القائلون بخلق القرآن يلعنون في مجالس نیسابور و مساجدها. هر کسی که قرآن مخلوق گوید در نیشاپور یعنی در همین خراسان، در ماوراءالنهر، در منطقه من شما، همون آدم همه لعنت میکرد. یعنی کسی که قرآن مخلوق گوید همه لعنت میکرد. در مسجدها این خیلی آدمای همه لعنت میکرد. بارک الله فیکم. حتی علما میگفتند که العنوا الزعفرانیه فیزج الناس بلعنه. زعفرانی وقتی که یک انسان قرآن مخلوق گفت، علما امر کردند که لعنت کنید این انسان، همه مردم لعنت میکردند. چه خیلی که حاکم در مصدرش با سند ذکر میکرد. چرا ما درباره خراسان صحبت کردیم؟ برای اینکه چه خیلی که علمای اهل سنت و الجماعت زیاد در خراسان بودند، طبقه دوم علمای اهل بدعت به وجود آمد، به مانند جعد ابن درهم و شاگرد جعد ابن درهم جهم ابن صفوان، بعد از این کلاب، بعد از این کرام، بعد از این دیگر از اهل کلام به وجود آمد. البته که اینها چیکار کردند؟ عقیده باطل منتشر کردند، مبارزه. اهل سنت بالاخره نسبت اهل بدعت اینقدر مبارزه را شدید نگرفتند که
اهل بدعت گویا که غلبه کردند. مذهب جهم منتشر شد. حتی علما در عراق میگفتند در عصر 3 عصر 4 در عراق و در دولت‌های عربی میگفتند که در خراسان اهل سنت دیگر به اهل بدعت زورشان نرسید، به این معنا که اهل سنت اهل بدعت را دیگر پیششان را گرفته نتوانستند. از سبب اینکه زبان خراسان زبان عربی نبود، زبان فارسی بود و مجوس ها هم بینیاد حرکت میکردند که مردم را از اسلام دور بکنند و بالاخره کلام وارد شد، فلسفه وارد شد. ابو منصور ماتریدی به وجود آمد، شاگردان جهم ابن صفوان، ابو منصور ماتریدی و غیره و غیره. بالاخره عقیده باطل در بالای ایمان و عقیده باطل در بالای قرآن اولین بار بگوییم به وجود آمد در خراسان. البته به واسطه کی؟ به واسطه جهم ابن صفوان. این عقیده ایمان یعنی به واسطه جهم ابن صفوان به وجود آمد، خراسانی. و این چنین اولین کسی که قرآن مخلوق گفت میگن که جعد ابن درهم بود و پیش از جعد ابن درهم بود. البته اولین کسی که قرآن مخلوق گفته است کی است؟ یعنی در این امت اسلام، پیش از امت اسلام به وجود بود. در امت یهود، در امت نصارا این چیز بود، حالا ما در آینده بیان میکنیم. لیکن در امت اسلام اولین کسی که نگفت این جعد ابن درهم بود. این عقیده رو کسی که منتشر کرد، به همه مشهور کرد، جهم ابن صفوان است. جهم ابن صفوان این عقیده رو از استادش جعد ابن درهم خراسانی گرفت. جعد ابن درهم خراسانی این رو از طالوت یهودی گرفت و بالاخره طالوت یهودی این عقیده رو از یکی از یهودهای گرفت که به رسول الله صلی الله علیه و سلم زهر داده بود برای نابود کردن و کشتن رسول الله. ببینید همه عقیده باطل اگر عاقبتش رو نظر کنید به یهود می رود. عقیده شیعه ها، عقیده رافضه هایی که امروز وجود دارند در عالم اسلام، این مشرکین، این کفار، اگر خوب دقت بدهید از کجا نشأت یافته به وجود آمده است. رافضه عقیدهشون را از عبدالله ابن سبی یهودی گرفتن. عبدالله ابن سبی یهودی یک یهودی از یمن بود که ظاهرا خود را مسلمان گفته اما در داخلش کفر را پنهان کرده و به خاطر شکست اسلام داخل شده بود. عقیده رافضه را به وجود آورد. و این چنین عقیده بارک الله فیکم قرآن را مخلوق گفتن، جهم ابن صفوان از جعد ابن درهم، جعد ابن درهم از طالوت، طالوت از یک یهودی که پیامبر صلی الله علیه و آله را زهر دادن بود و او از یک یهودی یمنی گرفته بود. زیرا که اولین کسایی که کلام الله را مخلوق گفتند این اهل تورات بودند، یعنی کسایی که از امت موسی علیه السلام بودند. دین موسی را به همین قول اعوذ بالله تحریف کرده بودند علیه السلام. پس از همین جهت سلف این امت در این باره سخنهای زیاد کردند که میگن چقدر مانند است. میگن هر کسی که قرآن را مخلوق گفت عیناً قول نصرانی را گفت و یهودی را گفت. زیرا نصرانی ها و یهودی ها کلام الله را مخلوق میگفتند، همون کتاب تورات و انجیل رو. بارک الله فیکم. البته اولین کسی که خیلی که گفتیم پهن کرد، منتشر کرد و مشهور و معروف کرد، این جهم ابن صفوان بود که در دولت‌های همون وقت اسلامی دور میزد و پهن میکرد. و بالاخره جهم ابن صفوان رو در خراسان چی کردند؟ 128 هجری به قتل رساندند. زمانی که جهم ابن صفوان آشکار گفت که قرآن مخلوق است و صفاتهای الله نفی کرد، قولش مشهور شد. او اهل سنتی که در خراسان هستند، مردم غیور، این انسان مرتد حکم کردند، قتلش کردند. زمانی که قتل کرده شد، یگان نفر به مرده جهم ابن صفوان غمگین نشد، همه خرسان شدند که کشته شد. گفت الحمدلله میگفتند. و این یکی از صفاتهای اهل سنت و جماعت است که یک اهل بدعت بمیرد یا کشته شود خرسان میشود. و این البته موافق فعل سلف است. اولین بار در خراسان پیدا شدنش حجتش همین است که خیلی که اللالکی در شرح اصول اعتقاد اهل سنت ذکر میکنند که ابوالولید الطیالسی میگوید ما عرفت بالری ولا ببغداد ولا ببصره رجلا يقول القرآن مخلوق. من نفهمیدم، من ندیدم در شهر تهران امروز ری
گرد اطرافش و در بغداد عراق و در بصره عراق یگان مردی را که قرآن را مخلوق کرد اولین بار در خراسان به وجود آمد به واسطه جهم ابن صفوان. البته که به اجماع خیلی که گفتیم به اجماع قرآن کلام الله است و مخلوق نیست. اجماع رو که نقل کرده؟ امام شافعی نقل کرده است. محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله خیلی که در کتاب اللالکای شرح اصول اعتقاد اهل سنت اللالکای صفحه 317 ذکر میکنند و ابن ابی یعلا ذکر میکنند و این چنین اجماع رو احمد ابن حنبل ذکر کردند. خیلی که امام بخاری یا که بگیم با اللالکای ذکر میکنند و این چنین بخاری در کتاب خلق و افعال العباد مجله دوم صفحه 116 و این چنین اللالکای ذکر میکنند که قرآن کلام الله هست مخلوق نیست. ابو ثور سوید ابن سعید الهروی و مزنی شاگرد کی است؟ امام الشافعی در شرح السنه ذکر شده صفحه 78 و 79 که اجماع را این علما نقل میکنند که قرآن کلام الله هست و مخلوق نیست. کی علما را نامشون البته یاد بگیرید: محمد ابن ادریس شافعی، احمد ابن حنبل، محمد ابن اسماعیل بخاری، ابو ثور، سوید ابن سعید الهروی، مزنی صاحب شافعی. بارک الله فیکم. و این بود اجماع. مسئله همین جاست که آیا در مسئله در موضوع قرآن مخلوق نبودنش آیا یگان حدیثی صحیح خاص در مسئله قرآن مرفوع به رسول الله آیا روایت دست؟ مرفوع یعنی چی؟ یعنی سندش تا رسول الله رسیده باشد و بینش انقطاع نباشد. حدیث مرفوع گفتنی حدیثی که علما روایت میکنند تا پیامبر صلی الله علیه و سلم که مرفوع یعنی خود پیامبر گفته باشند، مرفوع باشه، سندش به پیامبر رسید. آیا هست که پیامبر درباره قرآن صحبت کرده باشند؟ البته حدیث ها هست از پیامبر صلی الله علیه و سلم. روایت از عمر آمده است، عمر روایت میکنند رضی الله عنه از پیامبر، ابی الدرداء، ابو هریره، ابن مسعود، انس ابن مالک خادم رسول الله، رافع ابن خدیج و حذیفه ابن یمانی و عمران ابن حسین و جابر ابن عبدالله و غیرشون. لیکن همه این حدیث ها چی است؟ همه این حدیث ها واهی است، یعنی حدیث های ضعیف است که این حدیث ها را گرفته قبول کرده، این حدیث ها را حجت کرده نمی شود. بارک الله فیکم. خیلی که این مسئله در کتاب نظر کنید به کتاب اسماء و صفات بیهقی مجله یکم صفحه 583 یا که موضوعات لابن الجوزی صفحه 232 237 تا 237 نظر بکنید. همه این حدیث هایی که در اون گویا که از پیامبر روایت آمده است که قرآن کلام الله است و مخلوق نیست، همش واهی است. اصلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و در زمان صحابگان این مسئله بود که همه میدونست که کلام الله غیر مخلوق است و در این باره صحبت شدگی نبود. البته روایت از عمر بن الخطاب و از علی روایت است که نصر در حجه روایت میکنند، اما صحیح نیست. در خلافت ابو بکر و عمر رضی الله عنهما امیر المؤمنین عمر و بگیم ابو بکر و عمر و در زمان صحابگان رضی الله عنهم این مسئله خلق قرآن یعنی مشهور شدگی نبود و این مسئله نبود، بلکه سفیان ابن عیینه و دیگر از علما میگویند و این چنین خیلی که ما مالک ابن دینار رو سخنشان رو گفتیم، کبار تابعین رو که جماعت از اهل بدر رو و از اهل صلح حدیبیه و غیره رو دیدند، جماعت از اهل بدر و صحابگان کبار رو دیدند، میگویند که در زمان ما این سخن نبود. پس این سخن رو اولین بار جعد ابن درهم به شاگردش صفوان داد و صفوان بگویم جهم ابن صفوان منتشر کرد. جهم ابن صفوان اولین کسی که در خراسان این سخن رو گفت که از یهود گرفته شده بود. بارک الله فیکم. و درباره قرآن مخلوق است یا نیست از صحابگان یگان اختلاف یگان چیزی اومدگی نیست، بلکه همه میدونستند که قرآن کلام الله است. البته از صحابگان یک دو روایت اومده است که قرآن کلام الله است و مخلوق نیست و از همه مشهورترینش خیلی که علما میگند از ابن عباس و ابن مسعود است. حدیثی که از ابن عباس روایت شده است همین است که علی بن ابی طلحه و مکحول در تفسیرشون ذکر میکنند که در زیر آیه الزمر آیه 28 قرآن عربی غیر ذی عوج، قرآن عربی ذی عوج نیست. ذی عوج چیست؟ ابن عباس میگن که ذی عوج غیر مخلوق، یعنی قرآن عربی است که مخلوق نیست. همین سوره زمر آیه 28 رو چی تفسیر میکنند ابن عباس؟ قرآنی که مخلوق نیست. قرآن عربی غیر مخلوق، قرآن عربی که مخلوق نیست.
یعنی کلام الله است سبحانه و تعالی. و روایت دیگر از ابن عباس اومده است که میگن لما حكم علي رحمه الله الحكمين قالت الخوارج حكمت مخلوقا قال ما حكمت مخلوقا انما حكمت القرآن. خلال در سنه روایت میکنند صفحه 1835 که از علی روایت است زمانی که علی رضی الله عنه با حضرت معاویه رضی الله عنه یعنی جنگ کردن، بینشون جنگ شد. بعد از این در حالت صلح علی رضی الله عنه یک نفر رو فرستادند، سعید الخدری بود والله اعلم، و از جانب معاویه یک نفر آمدند و اینجا صلح شد. صلح خوارج‌ها گفتند که علی تو مخلوق رو حکم قرار دادی، مخلوق رو حکم قرار دادی. علی گفتند که نه، من مخلوق رو حکم قرار ندادم بلکه قرآن رو حکم قرار دادم، به قرآن حکم کردم، یعنی قرآن مخلوق نیست. یعنی ببینید از ابن عباس روایت است، از علی رضی الله عنه و از عبدالله ابن مسعود است که عبدالرحمن ابن یزید از مسروق و از عبدالله ابن مسعود روایت میکنند که میگند و ذلك ان کلام الله محکم، یعنی کلام الله محکم است، نه از این طرف نه از اون طرف، از یگون طرفش باطل نمی آید، نه از پشت نه از پیش نه از تک نه از بالا، و مخلوق نیست. زیرا که میگن ولو کان مخلوقا لاتاه الباطل، اگر این کلام الله مخلوق می بود باطل به این داخل میشد. که این اعوجاجی که در قرآن ذکر شده است. یعنی سوره کهف آیه یکمش رو نظر کنید، الحمدلله الذی انزل عبد الكتاب، حمد و ثنا الله را که نازل کرد بر بندش کتاب رو، قرآن رو، ولم یجعل له عوجا، و به همین قرآن عوج رو قرار نداد. عوج چیست؟ یعنی بگیم کمبودی رو، یعنی مخلوق نیست. میگن عبدالله بن مسعود همین وقت میگن که قرآن مخلوق نیست. بارک الله فیکم. پس این روایت ها از صحابگان روایت شده است، غیر از اجماع. ببینید این چنین روایت شده است. البته اجماع در اساس قرآن و سنت و این چیزها به وجود میاد. در زمان صحابگان، در زمان تابعین و اتباعشون یگان نفر آشکار و واضح نمیگفت که یعنی قرآن مخلوق است یا به خلق قرآن گپ نمیزد. چه خیلی که ابن عیینه میگن، چه خیلی که گفتیم میگن قرآن کلام الله و من قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع احدا یقول هذا. قرآن کلام الله است، کسی که این مخلوق مبتدع است ما از هیچ کسی نشوندیم. مبتدع گفتن معناش اینه که یعنی کافر نگفته باشند. ما بعد از این حالا نقل میکنیم که علما اجماع میکنن باز که کسی که قرآن مخلوق بگوید دیده و دانسته کافر است. معنای سخنش فهمیده، کلام دانسته اگر بگوید، کلام عربی را فهمیده، معناش فهمیده، لوازم المذهبش فهمیده. پس اولین کسی که پیدا کرد جهم ابن صفوان بود و پیروان جهم ابن صفوان انا همین سخن رو گفتند. از همین جهت اهل عراق، علمای عراق از کوفه و بصره و از دیگر علما به اهل خراسان می گفتند. یعنی وقتی که خراسانی ها به عراق می آمدند به اهل خراسان می گفتند که بارک الله فیکم، یعنی علمای اهل عراق به اهل خراسان می گفتند که ای اهل خراسان در بین مردم این حدیث را پهن کنید، در بین مردم این حدیث را پهن کنید. کدام حدیث را؟ حدیثی که امام ترمذی در سننشون روایت کردند از عدی بن حاتم الطائکی رضی الله عنه که از وکی، از اعمش، از خصمه ان عدی روایت شده است. میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که ما منکم من رجل الا سیکلمه الله سیکلمه ربه، یگان نفر از شما نیست مگر اینکه الله به او صحبت میکند در روز قیامت. الله به هر یک شما در روز قیامت چی میکند؟ صحبت میکند. ولیس بینه ترجمان، بین شما و بین الله یگان ترجمان نیست. الله صحبت میکند به شما. صحبت الله، کلام الله، سخن الله مخلوق نیست. در روز قیامت الله خودش سخن میکند به شما، هر یک شما کتی، و بین شما و بین الله ترجمان وجود ندارد. فینظر ایمن منه فلا یرى شیئا الا شیئا قدمه ثم ينظر اشأم منه فلا یرى شیئا الا شیئا قدمه. حدیث البته حدیثی صحیح است. یعنی علما امر میکردن که همین حدیث در بین خراسان پهن کنید تا که همین حدیث سبب شود که اهل خراسان از این عقیده جهم ابن صفوان گردند. پس ببینید مبارزه وجود داشت، مبارزه اهل سنت و جماعت با اهل بدعت در اول وجود داشت. در باب ایمان اهل سنت با اهل بدعت، با اهل جهم و با اهل کرام و مرجئه مبارزه میکردند.
و بعد از این در بابی ببینید خلق قرآن مبارزه شدید وجود داشت و بعد از اینکه سلف دیدن که دیگر این اهل بدعت دایره اش دارد وسیع می شود، منتشر می شود، در این مسئله جدی سخن کردند و تکفیر کردند. یکی از دلیل های واضحی که قرآن کلام الله هست و مخلوق نیست این است که این مسئله ظاهر است و آشکار است و بیین است، ظاهر است. قرآن کلام الله بودن از مسئله خفی نیست، میگن از مسئله ظاهر است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همه علما اتفاق کرده اند بر کفر کسی که قرآن را مخلوق میگد و روایت های زیاد آمده است که ذکر شده است در این روایت ها کفر کسی که قرآن را مخلوق میگد از همه علمای سلف. نظر کنید به مثلا الثوری، سفیان الثوری در عقیدتش، در عقیده خیلی که اللالکی در صفحه 314 در عقیده الثوری در شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه ذکر میکنند، تکفیر میکنند ثوری که هر کسی که قرآن رو مخلوق گوید یا توقف بکند یا کلام نفسی درونی گوید این کفر است میگند. و مالک ابن انس تکفیر میکنند، خیلی که در کتاب مالک ابن انس وجود دارد. امام مالک کتاب دارند نامش مسند است، مسند الموطأ حدیث، صفحه 86 رو نظر کنید. یا که در کتاب الابانه لابن بطه نظر کنید، یا که در کتاب الرد علی الجهمیه نظر کنید، از امام مالک روایت میکنند. یا که حتی بیهقی هم در کتاب السنن الکبری از مجله دهم نظر کنید 206 صفحه از امام مالک روایت میکنند. یا وکیع و ابن مهدی و عبدالله ابن مبارک اینها چیکار میکردن؟ تکفیر میکردن. مثلا عبدالله ابن مبارک در سنه فرزند احمد ابن حنبل، عبدالله پسر احمد ابن حنبل در کتاب السنه خودشون صفحه 21 ذکر میکنن و خلال در السنه و در ابانه ابن بطه و در رد الجهمیه اینچنین ذکر میکنن که عبدالله ابن مبارک میگفتن که هر کسی که قرآن رو مخلوق گوید کافر است. کسی که کافر باشد وقتی که او امام میشود به پشت او البته که نماز خونده نمیشود. و یزید ابن هارون و محمد ابن ادریس شافعی میگفتند که کسی که قرآن مخلوق گوید یا که من نمیدونم گوید توقف بکند، معنای این سخن فهمیده توقف بکند، یا مثل اشعری کلام نفسی گوید سخن الله قدیم است بگوید، کلام درونی گوید و این قرآن معنای سخن الله گوید، این کافر است میگند. خیلی که اللالکی در شرح اصول اعتقاد اهل سنت صفحه 19 هم ذکر کردن، یا که در کتاب اسماء و صفات ذکر شده است، سنن الکبری هم ذکر شده است. و شیخین این کی است؟ بخاری و مسلم رو شیخین میگن، محمد ابن الاسود بخاری و مسلم و اسحاق ابن راهوی، یحیی ابن معین و ابی ثور، ابراهیم ابن خالد الکلبی و ابن جریر الطبری و ابن مهدی و غیره، همشون میگفتن که کسی که قرآن رو مخلوق گوید کافر است. همین معنای سخن فهمیده کسی که قرآن رو مخلوق گوید کافر است، قصد کرده، همین فعل قصد کرده. البته در همه مسئله کفر و شرک قصد ضرور است. انسانی که همون قصد کرده انجام میدهد، فهمیده قصد کرده، کفر بودنش نمیداند، شرک بودنش نمیداند، اما معنای گپش میفهمد و میداند همون عمل انجام دادن قصد میکند. قصد کفر نمیکند اما قصد انجام دادن همون فعل میکند، این کفر است. زیرا که کسی که قصد نکرده باشد انجام همین سخن رو، گفتنش رو یا انجام همین عمل رو، گویا که این عمل رو انجام نداده است. خیلی که محمد ابن عبدالبر ذکر میکنند که در نزد شریعت هر کسی که یک عمل قصد کند انجام دادنش، همون عمل به وجود آمدنش به سرش واقع میشد. اما اگر همون عمل قصد نکرده باشد و بناگاه از زبانش یک سخنی برآید که خودش نمیخواست برآمدنش رو، سبقت اللسان میگن، این عمل رو گویا که انجام نداده است یا معنای همین سخن رو فهمد. مثلا کسی که قرآن مخلوق میگه معنای مخلوق فهمد که چی است اما نفهمیده گفته باشد، تکفیر. البته در این مسئله سخن احمد ابن حنبل میوریم که نمیشد. حتی امام مالک ابن انس و امام مهدی خیلی که در کتاب مسائل الحرب و در کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه لالکی ذکر میکنند و در کتاب السنه لعبدالله احمد ابن حنبل و خلال سنه للخلال دست میگفتند که کسی که قرآن مخلوقات کشته میشد، اینا باید ولی الامر بکشد میگفتند. سبحان الله. امام الشافعی محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله اول در عراق بودند، اول در مدینه بودند
البته در فلسطین تولد شدند، در مدینه میآیند و در نزد مالک درس میگیرند، شاگرد امام مالک میشن. بعد از این به عراق میروند و بعد از این به مصر میروند. وقتی که به مصر میروند البته که در مصر زندگی کرده، در مصر وفات میکنند. محمد ابن شافعی با یکی از انسان‌هایی که قرآن مخلوق میگفت نامش حفصن میگند. حفص بود، چی میکنند؟ بحث میکنند در مصر. خیلی که اومده است در کتاب آداب الشافعی و مناقبه لابن ابی حاتم و در کتاب الابانه لابن بطه هم اومده است، با کتاب سنن الکبری بیهقی هم اومده است. یعنی این روایت مشهور است که در مصر امام شافعی مناظره میکنه. یعنی بحث مناظره وجود داشت با اهل بدعت. امام شافعی بیان میکنند به این انسان که قرآن مخلوق نیست، حجت رو میرسونن، نمیگردد. این انسان کلمه میفهمد، همه مسئله میفهمد و از عقیدش نمیگردد. ولم یرجع میگن، نگشت. قال له، امام شافعی میگن که کفرت والله الذی لا اله الا هو، کافر شدی، تو کافر شدی، قسم به همون الله که جان من در دستی اوست. بارک الله فیکم. یعنی وقتی که فهمید سخنه باز دوام داد، کافر است. سبحان الله. پس امام احمد ابن حنبل میگفتند در حق کسایی که قرآن مخلوق میگفتند که کفر ظاهر، کفر ظاهر، کفر ظاهر است، کفر ظاهر است. نظر کنید به سنن للخلال صفحه 1826 و این چنین ابن بطه در رد علی الجهمیه ذکر کردند. و احمد ابن حنبل رحمهم الله این چنین همون حاکمی که در دولت عباسی حکم میکرد، مأمون خلیفه همون وقتی مسلمانان که قرآن رو مخلوق میگفت تکفیر کردند، گفتند مأمون کافرون، مأمون کافر است، آشکار و واضح. خیلی که در السنه خلال روایت میکنن و در این کتاب در این مسئله کتاب‌ها نوشته است. امروز میبینیم بعضی از علمای کبار به خاطر دفاع طاغوت همون زمانه خودشون یعنی میگن که نه، احمد ابن حنبل مأمون رو تکفیر نکرد. به خاطر چی؟ مأمون حاکم بود. گویا که احمد ابن حنبل حاکم رو تکفیر نکرد، زیرا که خلیفه رو تکفیر کردن و حاکم رو تکفیر کردن این صفت خوارج است. از همین جهت علمای سعودی رو، این بعضی علمای کبار رو میبینید که حاکمی تکفیر کردن رو انکار میکنند به خاطر اینکه حاکمی طاغوت سعودی رو دفاع کنند. البته که این باطل است، بلکه احمد ابن حنبل ثابت است، واضح است. در این مسئله کتاب نوشته شده است که یک چند روایت ها در سنن عبدالله احمد ابن حنبل، در الاجری در شریعه و این چنین الخلال در سنه روایت میکنن که آشکار و واضح احمد ابن حنبل مأمون همون حاکمی همون خلیفه زمان خودشون رو تکفیر میکردن. بارک الله فیکم. هارون القزوینی میگوید که لم اسمع احدا من اهل العلم بالمدینه، من یگان نفر از اهل علم در مدینه رو ندیدم و اهل سنت رو ندیدم مگر این که انکار میکردن، الا و هم ينكرون على من قال، انکار میکردن به همون کسایی که میگفتن قرآن مخلوق است و یکفرونه و تکفیر میکردن. یعنی همه علمای اهل سنت و جماعت انکار میکردن و تکفیر میکردن. نظر کنید الشریعه للاجری صفحه 162. یعنی این کتابایی که مفتسین کتابای سلف است. انا این بود اجماع، نقل اجماع، و این بود تکفیر علما. و حتی ابو حاتم الرازی و ابو زرعه الرازی در همین کتابشون گفتن که من قال کلام الله مخلوق فهو کافر، هر کسی که کلام الله را مخلوق میگه او کافر است. و کسی که دیده و دانسته کسی دوم همین کلام الله مخلوق گفته رو تکفیر نکند، دیده و دانسته، خودش کافر است. اما کسی که جاهل باشد البته بوین له و به بیان کرده میشد و بدع و بدعتکار گفته میشد، که البته در آینده این سخنها رو ما شرحش بیان میکنیم. در آینده این سخنهای شرحش بیان میکنیم. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله در روز آینده هم درباره کلام الله صحبت میکنیم تا که این مسئله را دو سه درس دیگر کنیم، کاملا درباره کلام الله شما بفهمید و بدونید و بعد از این به دیگر مسئله ها قدر است و دیگر مسائلی که در کتاب آمده است وارد میشیم. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.